Har bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان و البته مخلصان عزیز شبکه شهنام. امروز ما در دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن رعنانک جشن زادروز دارند از نام دختران نازنین، نبیره های شیرین. البته نبیره ها تبریک میگویم پیر و کهنسال دهه عزیز را. مرحمت با ما باشید. السلام علیکم مهمانان عزیز، زنبانوان، مادران مهربان، آنجانهای دعاگوی. هر یکی شما را با این خانواده زیبای اولمسخلامه گلبهار خلا خوش آمدتان میگویم. من امروز چخیلی که در یک روزی خورسندی پرشکوه در این آسمان مصفا، یکی از آن کهنسالان، یکی از آن پیرانی دهه عزیزمان، مادرجانی عزیز رعنانه جشن زادروز دارند. یک تا برایشان خرسک زنیم پیشان و تکلیف کنیم. مرحبا. رعنانه بیمارال باشه مگر شما پیشان اینجا کناز نکنم یه بچه هم رعنانه السلام علیکم. زادروز مبارک، روزی خورسندی را مبارک باد میگویم، روزی تولد را مبارک باد میگویم. امروز شما تبریک میکنیم از نام دختر نازنینتان، از نام خداخواه گلبهار خاله، از نام اولمسخلامه، دختران زیبایشان، شهنازویتی، گلنازویتی، بحردین پاچا، از نام خواهر عزیزم که در مسافرت هستند مدینایتی تبریک میگویم. از نام عبیره های شیرینتان که با یک دعاهای نکویتان آنها را کلان کردید. البته آنها از جان زیادتر دوست می‌دارند شما را. روز مولودتان مبارک باشد. امروز نو چند ساله شدیم؟ 81. 18 چپا کنیم اگر 18 ساله میشود. بگذار انم خیلی مانند امروز زیبا و جوان، صحت سلامت، ساق سلامت در سر فرزندها دعاگوی شده گردید. زادروز مبارک باشد. امروز روز خورسندی از دختران نازنین پرسیدم چی گفته تبریک کنم. گویم اگر گلبهار خاله گفتن که چیزی که گویید می ارزد. مادر ما تا حال مهنت میکنند، زحمت میکشند، مهنتی حلال کردند، البته ما را با وای رساندند. ناز میبینیم شدند در سر ما فقط سایبان شده گردند، هیچ وقت درد و غم و خستگی را نبینند، همیشه دعاگوی ما باشند، دوست میداریم. امروز زادروزشان مبارک. باز الان خیلی چندین بهار دیگر را ببینند و زیبی دسترخوان ما باشند. امروز در زادروز مادرمان البته اولین عبیرهشان که صاحب تاج عروسی شده است، ملیکه بانو را البته به خاندان ما مهمانی تکلیف کردیم، چیلگریزان کرده ایستادیم در روزی زادروزی آن کلانشان. بگذار انمین ملیکه بانو هم عروس نازنین هم مانندی مادر من پیر شود، صاحب یک چند فرزندهای صالح و صالحه گردن و انم خیلی خوش و خورسند گردن. امروز روزی خورسندشان است. رسانید که میرسد فورم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیر مو بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، کیستا گویم چی کردم من برای مادرم. رعنانه گلبهار خالم گفتن که تیر ماه بود، انم خیلی هوای خنک بود زادروزی مادرم. پدرم پچه دسترخوان و ما سه خواهرکان مادرم آن حوله پدرم به می نشستیم و جشن می گرفتیم. بیرون هوا خنک بود و آن وقتها رو یاد کردم. خدا رحمت کند پدرمان را، عمری مادرم دراز شود. و البته آن نانهایی که مادرم میپسند حالی ما آن درجه و نرسیدیم. آن طعامهایی که طعامهای با لذت را میپختند
حال آن لذتش از زبان ما نرفته است. بگذار همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت باشند. زادروزشان مبارک. در اینجا البته تحفه های ارزنده و زیبنده را تیار کردیم برای آنا جان عزیزشان. گلدسته زیبا را مرحمت یک تا قرصک میزبونیم میسپاریم. مرحمت. مبارک باشد. و البته من در اینجا کارت شیرین و زیبا را تیار کردیم. پیش شما نزدیکتر میبیاریم. مرحمت گلبهار خاله، نزدیک خاله هم ما نزدیکتر. کلینتاش را نیست تکلیف میکنیم ولی که بانو مرحمت و نزدیک. Happy birthday, happy birthday to زادروز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. البته گلبهار خاله زبان را شیرین کرده گرفتیم، از شیرینی تناول کردیم. البته سخنهای تبریکاتی را برای رعنانا میشنویم. نزدیک خاله شما هم آیانشون نزدیکتر استید. مرحمت. زادروز مبارک. السلام علیکم مهمانکای گرامی. لطف فرمایید من از نام خودم، از نام عائلم، مادر جانش عزیزم را تبریک کردم. با مادرم صحت سلامتی، عمر که دراز، رزق فراز میخواهم. سرکم با سلامت گرد. خوش آمده هم یکاتون نوری دیده تاجیسم. کل نکم راه که دور با بچه کم راه دور با ساق رفته هم سرکی بچه کشم به ساق و سلامت. نونک های بتون کتی که سیک های پول کتی مرتبه های علوخ کتی بیان سری بچه کشم بچه کشم خدا کشم ایب خوش آمده هم یکات. ادا قرصک شاد رحمت مبارک باشد. نزدیک خاله مرحمت.
السلام علیکم خدای به عزت مهمانای محترم. من امروز زادروزی مادرم را تبریک کردم و مادرم صحت سلامتی عمری دراز و ملکه بانو وقتی سفید امسال همیقاتی همینجا با گواره تویش به هم باتون تکلیف کنیم که نامون راهی دور به صاف سلامت رسته بیاد. رحمت سلامت باشن. شهنازایتی معلمه نزدیکتر میسته مرحمت از نامی نبیره ها. مرحمت. اولا بار السلام علیکم. خوش آمده هم یکاتون به درگاهی بی جانم داده جانم. روزی زادروزی آنم الهی مبارک شوه. آنا جان صد بدروی روزاکای نکه بینه از پشتی دخترها از پشتی نیورها حضور و حلاوت بینه. هم یکمون پیشتفتون بمونیم از خودمون زیاد شویم. رحمت سلامت باشن. از نام ابیره ها پریور سر میکنن و هم ماشان تبریک میکنن. مرحمت. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onani ta'rifi u mehri boshqacha. To'lsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tun u kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, yonida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Assalomu alaykum mehmonon va mezbononi aziz. Men avvalambor bu ona kalonjonim ra boz ro'zi zodrozashon tabrik va muborakbod menamoyam. Ona kalonjon ba 100 daroyat. شما امروز به سن 81 در آمده باز 20 سالی بهار را بینید. من شما را بسیار دوست می‌دارم. رحمت. آنا جانم خاک پایم میشم وقتی پیری من اسایم میشم با هم دار و نداری زندگی رویالی کفتی پایم میشم. رحمت. حسن حسین مرحمت. ای مادری زیرسوزم ارمان و شب و روزم طلای دو چشم چار میدوزم و میدوزم. آنا کانجان تبریک میکنم سر بدره. آنا کانجان تبریک میکنم سر بدره. رحمت مبارک باشد. روزی خورسندی را مبارک باد میگیم. از مهمانان عزیز سخنهای تبریکاتی باشد اگر میشنویم. خواهش مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. لطف فرمایید من شخصا اعضای خودم آنا جان را با این روزی زادروزشان تبریک میکنم. الهی آنا جانم صد بدرم چه نیت دارم همون نیتو چون رسم. رحمت مبارک باشد. البته در اینجا خواهرکانشان نزدیکانشان حضور دارند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. خداها خوش آمدتون به درگاه گلبهار کده المسجد. خوش آمده نوری دیده تاجی سر آیتی یکم سر بدرویم حضوری بلای چقه بینم عمری دراز بینم ساق باشن سلامت باشن همه وقت عمرکشون همه توی گری ها کده میزنن ساق باشن آیتی آمدم با سخنهای تبریکاتی هستم. همه جان عزیزی ما یار محمد دولن. مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز. هم یکاتون خونه خدابا با خوش آمده. امروز روزی خورسندی بالای خورسندی بوده. من رعنا کلون الهی 100 ساله شوند حضور حالات دنیاوی بینن. حسن حسین بنیاد جان زن تیان تگه چیملی خوشون باشینن همه وقت ساخت سلامت باشن.
پروردگار هیچ کس به فرزند بنده نیوره به خیش تابره هیچ کس رو محتاج نکنه شنویم همه وقت ساق و سلامت باشن. من این ملکه بانی هم امروز این درگاهی باهاش و مهمون شده آمده امی عمری آنکلونش بینه آنکلونش هم زیاد عمرای بینه امی آنکلونش یک صاحبی نیوره چهوره ها شود همونتون خوش آمده سلامت باشه حسین جان سلامت باش برکی کار تتیه جیان الهیم ساق سلامت باش. السلام علیکم همدیاران عزیز. من امروز ما جشن گرفتیم در این خانه کل بارایتی آنکلان رو با این زادگوزشون تبریک گفتم. آنکلان الهی صحت سلامت باشه فرزنداتون صحت سلامت باشه با 20 بهاری آینده بینه همه یکاتون خوش آمده نوری دیده تاجیسه. تشکر. زوتا نکرده خلال نرسانده یک تا رسم گیری کنیم بعد بیرون برامده میرقص هم خورسندی میکنیم. البته همینجا رسم گیری میکنیم.
تو با من باشی عشقم دنیا رمانتیکه به یاد تو باشم آسونی ندیسم جای تو کاری توی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دستش دو دفترم از شب تو را میخون تو قلبم را بگفته که بها میمونم جیگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله دوباره باشم امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان
زبانم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پروردی ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها من بیننده های عزیز، تماشابینان مخلصان عزیز، ما امروز در خانواده المسقلمک مهمان شدیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم و البته برای شما صحت سلامتی تندرستی خانه آبادی را آرزو میکنیم. تنها با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.